سرخط خبرها. نرخ گاز مویع در تاجیکستان پایین رفت. ترامپ گفت بیمور نیست. افغانستان شماره قربانیان زمین لرزه از 1400 نفر گذشت. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی با مودی رو تماشا دارید. دوام چند دقیقه بعدی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان رو تقدیمتون میکنیم. امروز چهارشنبه 3 سپتامبر. سرمعمار ناحیه رودکی رستم رحمانزاده با گمان گرفتن 2 میلیون سومونی رشوه از جانب کارمندان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان بازداشت شده است. این نهاد هیچ خبری درباره بازداشت نام بردن نشر نکرده است، ولی دو منبع رادیو آزادی از مقامات تفتیشاتی و حکومت ناحیه رودکی این خبر را تصدیق کردند. به گفته منابع رادیو آزادی، رستم رحمانزاده 31 ساله از یک صاحب کار برای دادن قطعه زمین 2 میلیون سومونی برابر به 200,000 دلار آمریکایی پول طلب کرده است. به گفته منبع، صاحبکار تصمیم داشته است که در این پارچه زمین ناحیه رودکی و نزدیک به شهر دوشنبه خانه‌های بلند آشیانه استقامتی بسازد. یکی از مصاحبان رادیو آزادی گفت نسبت به سرمعمار با گمان گرفتن پول در حجم کلان پرونده باز شده است. تفتیش ادامه دارد. خود او در بازداشتگاه است. نظر وکیل دفاع و نزدیکان گمانبر شده معلوم نیست. ناحیه رودکی یکی از سراهالی ترین ناحیه‌های تاجیکستان در کنار دوشنبه جایگیر است. مقامات بارها اعلام کرده بودند که از همه بیشتر در این ناحیه موردهای غیر قانونی فروش و اشغال زمین آشکار شده است. بنا به گزارش‌ها دوام یک هفته اخیر نرخ گاز مویع در نقطه‌های فروش سوزشواری پایتخت به اندازه 4% پایین رفته است. اگر هفته گذشته آن برای 1 لیتر 4 سومونی و 90 درم ارزش داشت، روز 2 سپتامبر ارزش آن تا به 4 سومونی و 60 درم پایین رفته است. در همین حال ارزش سوزشواری معمولاً به مکان جایگیرشوی نقطه‌های فروش سوزشواری وابسته است. فرقیت نرخ در شهر دوشنبه به حساب میانه حدود 10 درم را تشکیل می‌دهد. از آغاز سال نرخ چکنه 1 لیتر گاز مویع در دوشنبه قریب 40%، یعنی از 7 سومونی و 50 درم در ماه ینور تا 4 سومونی و 60 درم در ماه سپتامبر پایین رفته است. تاجیکستان گاز مویع را عمدتاً از قزاقستان و مقدار کمی آن را از روسیه و ازبکستان می‌آورد. در تاجیکستان 14 شرکت وارد کننده گاز مویع است، ولی نمایندگان چنین شرکت‌ها آشکارا درباره سبب و عامل‌های افزایش و یا پایین رفتن ارزش نرخ صحبت نمی‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوازاҳо درباره بد بودن وضع سلامتی‌اش را رد کرد و در یک بریفینگ کاخ سفید به سوال روزنامه‌نگار که درباره بد شدن وضع سلامتی پرزیدنت در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس اوازاҳо چرخ می‌زنند گفت من این خبر را ندیدم. در روزهای استراحت بعد از آنکه که ترامپ میان مردم دیده نشد، بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از احتمال فوت دونالد ترامپ خبر دادند. این خبر دروغ است. من دوام 2 روز کاری انجام ندادم و آنها الکی شروع کردند که گویا به من چیزی شده باشد. بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا ماها کاری نمیکرد و کسی چیزی نمیگفت، هرچند ما همه میدونستیم که وضع سلامتیش نه آنقدر خوب بود، اضافه کرد دونالد ترامپ. پرزیدنت آمریکا ماه ژوئیه امسال به 79 ساله شد. تعداد قربانیان زمین لرزه در افغانستان از 1400 نفر گذشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 2 سپتامبر گفت بر اثر زمین لرزه خرابی‌آور در افغانستان 1411 نفر کشته و 3100 نفر زخمی شدند. به اطلاع سازمان یونیسف اکثر فوتیدگان کودکان بودند. شب 31 اوگوست در زمین لرزه خرابی‌آور ده‌ها دهه در شرق افغانستان ولنگار شد. بیشتر منطقه‌های ضرر دیده کوهستانی و دوردست هستند و زخمیانی که احوالشان بد است با چرخبال به بیمارخانه‌ها انتقال می‌یابند. حکومت طالبان از جامعه جهانی کمک خواسته است. 3 کشور همسایه افغانستان مثل پاکستان، هندوستان و ایران برای کمک اعلان آمادگی کردند. صدها منزل زیست در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان خراب شدند و هزاران نفر شب خود را در بیرون روز می‌کنند. از سال 2021 بعد به قدرت آمدن طالبان این سیومین زمین لرزه پرقربانی در افغانستان است. در قزاقستان بین همسران نظامیان شور برخاسته است. آن از ویدیو مراجعت همسر یکی از خدمتچیان حربی آغاز شد. او شکایت کرده است که شوهرش و هم خدمتان او از پول منزل محروم کرده شدند. این کمک پول‌های دولتی برای حربیان است که در محل خدمت منزل ندارند. این معلومات بعداً پورا تصدیق نشد، ولی در شبکه‌های اجتماعی خویشاوندان دیگر نظامیان نیز به طور عمومی
از معاش ناچیز و وضع وزنین روزگاری اولیه‌های خود شکایت کردند. ما پسندازی نداریم، به یگانجا سفر نمیکنیم، سیرگشت هم نمیکنیم. این برای ما دستنورس است. این نوار پر احساس را همسر یکی از افسران قسم نظامی قزاقستان ثبت کرده است. در چند ساعت آن در همه شبکه‌های اجتماعی پهن گردید. بخصوص همسران دیگر نظامیان آن را به یکدیگر می‌فرستادند. واقعیت این است که خود نظامیان و نزدیکان آنها عادتاً از ترس پیامد چنین کار شرایط خدمت و معاش ناچیز را آشکارا به زبان نمی‌آورند. شوهرم یک روز پس کار میکند. در این ماه که پول اجاره پایین نرفت، مبلغ به چیزی نرسید. برایمان پامپرس لازم بود. شوهرم که برگشت گفت وقتی خوراک نصف روزی به تاکسیرانی مشغول میشود، زیرا آدمان در این وقت از تاکسی زیاد استفاده میبرند. مبلغ را برای پامپرس کودک خرج میکنیم. با فکرتون این کار به من خوش میآید؟ من درک میکنم که وی در چه حالت است. تا ماهای نزدیک معاش پس نظامیان را محض از حساب پرداخت منزل جبران میکردند. این یک نوع درآمد علاوه‌ای به خانواده های نظامی به حساب میرفت. آخر ماه ایون امسال وزیر مدافع فرمان صادر کرد که طبق آن نظامیان این مبلغ را نه با صلاحیت خود بلکه تنها برای پرداخت اجاره، پرداخت قرض‌های ایپوتیکی یا پسنداز استفاده برده میتوانند. به عقیده سرباز سابق و سرهنگ احتیاطی گلیمجان صدوکاسف، ارتش با نارسایی کادرها روبروست و بدون مبلغ‌های علاوه‌ای به مثال کمک پولی منزل وضع ارتش بدتر خواهد شد. با گفته کارشناسان این وضع به کار حربیان به تاثیر نبوده به اقتدار مدافعی کشور تاثیر منفی میرساند. گفتن ممکن است که حالا یک افسر از بورکش هم کمتر معاش میگیرد. در شهر الماتا یک خطکشان امکانی بیشتری پول کار کردن را دارد نسبت به یک افسری که از صبح تا شام در پاسبانی است. این زن سوالهای منطقی میدهد. هیئت افسران خود آنها را از این امتیازها محروم کردند و حالا آنها یک راه دارند، ماندن یا رفتن. شاید حالا اکثر آنها ترک وظیفه کنند، مخصوصا افسران تازه تعیین شده. белсенді кезеңін өткізу барысында қазақстандық контингент атыс қаруы мен гранат атқыштардан қарсыласқа жаппай оқ жаудырды. Осылайша елді мекен азат етіліп, содырлар құрамы толықтай талқыланды. تا جایی که به من معلوم است فهمیش معینی وجود دارد که مبلغ گذاری بیشتر لازم است، اما در این زمینه باید ساختاری را نیز به نظر گرفت که مبلغ به آن روانه می شود. اگر در ارتش سطح بلند فساد موجود باشد، واحدهای نباشد که مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی و سستی ساختار ارتش را آشکار سازند، یعنی خود نظام به طور درست تشکیل نشده باشد، پس چنین مبلغ گذاری ثمره کافی نخواهد داشت. اندیشه سرهنگ صدوکاسف دولت قادر است معاش خدمتچیان حربی را زیاد نماید اگر تمام هیئت خدمت رسان از حساب کارمندان دائمی که به گفته او حال از حد زیاد است کم کرده شود. چون به تصدیق صدوکاسف در اکثر حالتها این جایها را خویشاوندان نزدیکان نمایندگان هیئت عالی افسری اشغال می نمایند که به توانایی دفاعی قزاقستان تأثیری نمی گذارد. وزارت امور داخلی تاجیکستان از یک صدمه نقلیاتی مرگباری دیگر خبر داده است که در نتیجه آن 4 نفر به هلاکت رسیده 5 کسی دیگر جراحت برداشتند. فاجعه روز 31 اوت در راه ماشینگردی دوشنبه ترسونزاده رخ داده است. به اطلاع وزارت اکمل سربرافی راننده ماشین هوندای سوناتا هنگام رانندگی از عهده اداره ماشین نبرآمده به 2 ماشین اوپل اسرا برخورده است. در نتیجه 4 مسافر یک ماشین و ساکنان فیض‌آباد که 3 نفرشان یک نسب دارند و ظاهراً اهل یک خانواده هستند در راه به سوی شفاخانه جان دادند. 5 نفر دیگر جراحت برداشتند و در شفاخانه بستری شدند. سن آنهایی که در صدمه آسیب دیدند و جان دادند از 18 تا 76 ساله بوده است. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و یا معیوب می‌شوند. ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت
از سبب‌های مرگ و میر زیاد در اوها گفته می‌شود. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم. шаби 3 ба 4 сентябри соли 2015 дар Тоҷикистон ба гуфтаи мақомот аз як талоши табаддулоти давлатӣ ҷилавгирӣ шуд ки масъулияти онро ба генерал Абдуҳалим Назарзода, муовини вазири дифоъ ва ҳизби наҳзати исломӣ вогузор карданд. Мақомоти ҳукумати Тоҷикистон давоми 2 ҳафтаи баъди ин ҳодисаҳо амалиёти зидди ошӯбгаронро ба роҳ монда гуфтанд 10 нафар аз шӯришиёну намояндагони ҳукумат кушта шуданд. ҳизби баъди ин мамнӯъ ва террористӣ эълоншудаи наҳзати исломӣ иттиҳомоти мақомотро рад карда гуфт ки мақомот дар талоши аз саҳнаи сиёсӣ дур кардани танҳо ҳизби исломӣ оппозитсионӣ дар қаламрави Осиёи Марказӣ будааст. 3 сентябри соли 2015 миёни Бонки Миллии Тоҷикистон ва Бонки Мардумии Чин созишномае бо усули своп имзо шуд ки бар асоси он Чин дар муддати 3 соли оянда ба Тоҷикистон тақрибан 3 миллиард 177 миллион юан муодили 500 миллион доллар пул медиҳад. соҳибкорони тоҷик ҳангоми содироти мол аз Чин ба Тоҷикистон имкон пайдо мекунанд ки сомониро бевосита ба юани Чин иваз карда аз ин кишвар мол ворид намоянд. дар як гузориши Бонки ҷаҳонӣ хадамоти алоқаи Тоҷикистонро монеи рушди интернет дар Тоҷикистон номид ки бо ин андеша 3 сентябри соли 2019 мақомоти тоҷик розӣ нашуданд. Бонки ҷаҳонӣ гуфт хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба ҳайси таъйинкунандаи сиёсати арсаи мухобирот ва ҳам соҳиби Тоҷик Телеком монеи ворид шудани сармояҳои бахши хусусӣ ва рушди интернет шудааст. بانک ملی صبح امروز قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی با مدیر رو تماشا کردید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهبان.